کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در اواخر سال 1992 وارد تاجیکستان شد و به کار خود شروع کرد. برای کمیته بسیار مهم بود که در زمان جنگ شهروندی به مردم جنگ زده این کشور کمک خود را رساند، زیرا طبق صلاحیت‌هایی که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ دارد می‌تواند هنگام رخ دادن حالت‌های نزاع و خشونت‌آمیز میان مردم کار برد و به آنها کمک رساند. سازمان شما در کدام زمان فعالتر بود و کمک‌ها نظررستر بودند؟ البته زمان فعالترین کمیته ما این زمان جنگ شهروندی در تاجیکستان بود. همچنین اوایل سالهای 2000 که ما در همکاری نزدیک با هلال احمر کار می‌کردیم. از سوی دیگر زمانی که نزاع‌ها وجود داشتند نیازهای مردم نیز بیشتر بود و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ هم از طریق کمک‌های غذایی، بهداشتی و همچنین بازپیونداندن خانواده‌های تاجیک مشغول بود. آن زمان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به 200,000 نفر کمک می‌کرد. یعنی شما در این راستا کوشش دارید به مشکل زندانیان در محبسخانه‌های تاجیکستان رسیدگی کنید؟ البته هدف اصلی ما این است که به مشکل زندانیان رسیدگی و وضعیت آنها را بررسی کنیم. این کار را ما می‌توانیم انجام دهیم، اما طبیعی انجام دهیم که هنگام ملاقات ما شاهد نباشد و ما تنها به تنها باید صحبت کنیم. این معنای آن را ندارد که پس از آن که وضعیت نزاع تمام شد ما کار نمی‌کنیم. هرچند فعالیت‌های ما کوچکتر شدند، این به آن معناست که نیازها کمتر است ولی کارها هنوز هم زیادند. مهمترین مسائلی که هنوز از زمان قبل باز مانده است باید به آن رسیدگی کرد. از زمانی به دست آوردن صلح ملی 14 سال می‌گذرد. در مرحله صلح که قرار داریم شما روی کدام برنامه‌ها با تاجیکستان کاری خود را پیش می‌برید؟ البته تا امروز دو مشکل در تاجیکستان عمده مانده است که باید به آن رسیدگی شود. یکی مسئله مین‌های پیاده‌گرد و دیگر افرادی بی‌درک شده. ما باید در جستجوی بی‌درک شده‌های زمان جنگ کمک کرده، همچنین برای کمتر کردن خطر تاثیر مین‌ها و تیر و توپ‌های نترکیده به حیات آدمان مدد رسانیم. از سوی دیگر ما باید همیشه آماده باشیم، زیرا امکان پیش آمدن وضعیت‌های اضطراری و خشونت‌آمیز وجود دارد، همانطوری که حادثه‌های ناگهانی سال 2010 در رشت و سال 2012 به خاروق رخ داده بود.